دوست داشتن زن را از پیامبرمان صلی الله علیه و سلم یاد گیریم. گاه از مهربانی زیاد همسرش عایشه را همیرا صدا میکرد، یعنی خوش صورت من. از آن جایی که همسرش آب مینوشید، از همون جا او نیز آب مینوشید. بعضن حالت با همسرش مسابقه یعنی بازی تشکیل میکرد. در کارهای خانه با همسرش کمک میرسانید. اکثر کارهای خانه را از جمله جوشیدن حیوانات، دوختن کفش ها پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم خود انجام میدادند. قهر و غضب نسبت همسرش فقط سکوت بود. به عقیده بعضی انسان ها اگر این کارها را مرد کند یعنی او زن کلان است. نه، این عقیده خطاست. دوست داشتن زن این سنت رسول خداست، نه عقیده ما و شما. انت الحبيب المصطفى انت الامين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من اله الكون قد